وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. این چنین اجازت نیست و صحیح هم نیست، یعنی بیع فاسد است و بیع ممنوع است، حرام است. این که سلاح فروشد در وقت فتنه بین مسلمان ها. کافرها عادتاً بین مسلمان ها فتنه ایجاد میکنند. یک کار میکنند که مسلمان ها بین همدیگر بجنگند. وقتی که مسلمان ها بین همدیگر میجنگند، آنها از کافرها مشغول میشوند. بنابراین بسیار این کید عظیم هست از جانب دشمنان اسلام که مسلمان ها را با همدیگر مشغول میکنند. وقتی که فتنه به حد رسید که مسلمان ها بین همدیگر سلاح برداشتند و جنگ شد، فتنه نافهمایی، حق و باطل را جدا کرده نتوانستن، در همین حالت فروختن سلاح حرام است. میگه مصنف برای چی؟ لئلا یقتل به مسلما، تا اینکه با این سلاحی که شما فروختید یک مسلمان به قتل نرساند. و کذا جمیع آلات القتال، و این چنین حرام است نه فقط مثلا شمشیر یا نیزه، جمیع آلات قتال، جمیع آلات جنگ. لا يجوز بیعها فی مثل هذه الحاله، در مثل این حالت فروختنش اجازت نیست. لانه صلی الله علیه و سلم نهى عن ذلك، چون جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار منع کردند. و نهیه صلی الله علیه و سلم يدل على التحریم، و نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به حرام بودن این کار میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند، گفتن در وقت فتنه سلاح نفروشید. ولقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی که ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، شما به گناه و بر دشمنی یاری ندهید. مادامی که کشتن مسلمان گناه است و مادامی که دشمنی بین مسلمان ها گناه است، شما در این کارها یاری ندهید. الله تعالی منع کرد از یاری دادن به گناه. آدمی که سلاح می فروشد او جنگ نمی کند، لیکن او یاری داده ایستاده است، به کشتن یک مسلمان سبب شده ایستاده است. قال ابن القیم رحمه الله قد تظاهرت ادله الشرع على ان القصود في العقود معتبره، در حقیقت دلیل های شریعت تظاهرت یعنی بسیار شده است و عالی شده است، به همه معلوم شده است، آشکارا شده است که ان القصود فی العقود معتبرتون، البته قصدها در عقدها معتبر است. چی معنا دارد؟ قصدها یعنی نیتها در عقدها اعتبار بگرفته می شود. عقد خرید و فروش است، فروختن سلاح، لیکن نیت قلب، قصدون یعنی یک چیز را قصد کردن عمل قلب است. قلبی اگر فروشنده داند که خریدار یک مسلمان را به قتل میرساند یا یک چند مسلمان ها را به قتل میرساند، در این صورت فروختن چیزی حلال، اصلا فروختن یراق و اسلحه حلال است. لیکن وقتی که میداند که با همین یراق و اسلحه خون مسلمان ریزانیده میشه، در این حالت فروختنش حرام است. و انها تؤثر فی صحة العقد و فساده، و البته عمل قلب، آگاه بودن قلبها در عقدها تأثیر میرساند و در صحیح بودن عقد و فساد آن تأثیر خود را میرساند. یعنی یک انسان وقتی که میداند که خریدار که از وی سلاح خریدنی هست، با این عملش، با این خریدنش یک مسلمان را به قتل میرساند، فروشنده دیده و دانسته فروختنش حرام است. یعنی به عقدش تأثیر کرد، چون که او علم داشت، با خبر بود. اگر نداند گناه نبود. فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف انه يقتل به مسلما حرام باطل. این دوام سخن ابن القیم است. فروختن سلاح به یک مردی که فروشنده میداند که این مرد با این یراق مسلمان را به قتل میرساند، حرام باطل، هم حرام است، حکمش باطل است. یعنی این نوع خرید و فروش فساد است. یعنی باید رفته یراقش از سلاحی که فروخت از نو گیرد، باید که بیع ایمان و درست بود. لما فیه من الاعانه علی الاثم والعدوان، چون در این بیع، در این خرید و فروش یاری به گناه، یاری به دشمنی هست. و اذا باعه لمن يعرف انه يجاهد في سبيل الله فهو طاعه و قربه. و اگر فروشد سلاح خود را به یک شخصی که
در راه الله تعالی جهاد میکند. این طاعت است و قربت است، نزدیک شوی به الله تعالی است. و كذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين او يقطعون به الطريق لانه اعانه على معصیه. و این چنین جایز نیست فروختن سلاح برای آنهایی که علیه مسلمان ها میجنگند یا اینکه با آن سلاح و یراق ها راهزنی میکنند. راهزنی حرام است. برای چی حرام است فروختن سلاح در این صورت؟ لانه اعانه علی معصیه، چون این یاری به گناه است.